آهای اهالی فینیتو، امروز می‌خواهیم در فینیتو جشن هسته‌ای برگزار کنیمندی. این خواننده را هم آوردم تا بخواند. بخوان آقا جان، طیب الله. مرغ سحر ناله سر کن، مرغ سحر ناله سر کن. وایسا ببینم چی داری میخونی. تو مگه از حساسیت اوضاع خبر نداریدندی؟ حالا که مرغ گران شده و دشمنان منتظرند تا روی آن سوار شوند و اغتشاش کنند، تو داری درباره مرغ میخوانی؟ شعر رو عوض کن. بله چشم. تخم مرغ ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. نخون. قیمت تخم مرغ هم بالا رفته. الان افکار عمومی فینیتو روی آن حساس میباشندی. یه چیز دیگه بخون. بله چشم. بال مرغ ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. وایسا بابا وایسا. بال مرغ اون اولا ارزون بود، الان گرون شده. بی خیالش شد تا نزدم شل و پلت همی نکردم. ده آخه خب چی بخونم؟ سینه مرغ ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. بابا سینه مرغ الان کیلویی 20,000 چوق می باشندی. تو ظاهرا هدفی جز تشویش افکار عمومی نداری. عجب گیری کردیم ما. خود مرغ سحر که نه، تخم و بال و سینه مرغ هم که نه. خب بس دیگه کجای مرغ میمونه که ما باهاش آواز بخونم؟ من نمیدونم تو چرا گیر دادی به محصولات مرغی، اونم تو این هاگیر و واگیر. این همه حیوان در فینیتو می باشندی، از یک حیوان دیگر همی بخوان. آها، حیوان توی فینیتو؟ آها باشه. کت خدا خر ناله سر کن، کت خدا خر ناله سر کن.